رها، بهار و رهایی که همیشه دوست داشت باشه چیزی نمونده تا 16 سالشون بشه. رها همیشه دوست داشت تغییر کنه، ولی مقابله با لذت‌های زودگذر و عادت‌های بدی که داشت سخت بود. اون نمیخواست امسال هم مثل سالهای دیگه سال جدید و سن جدیدش رو با عادت‌های بدش شروع کنه و عادت‌های بدش رو داشته باشه. اون حالا فهمیده بود برای اینکه بخواد به آرزوهاش، هدفش و در نهایت خودش برسه نیاز داره که تلاش بکنه. و مهمتر از همه‌شون ادامه بده. اون بارها شکست خورد، زمین خورد، اما هیچ وقت جا نزد و سعی کرد بلند بشه و ادامه بده. اون میخواست برای یک بار هم که شده برای همیشه عادت بدش رو ترک بکنه. یعنی بالاخره اون روزا میرسن؟ نه، در حقیقت اون روزا ساخته میشن. چطورین؟ امیدوارم حالتون واقعا خوب باشه، چون تو این روزها واقعا نیازه که آدم حداقل خودش حال خودش خوب بکنه با هر کاری که میتونه و در توانش هست، چون سخت قطعا، اما بازم اگه خودمون سعی کنیم با چیز دیگه خودمون سرگرم بکنیم و درگیر یک سری چیزهایی که دست ما نیست نشیم، قطعا میتونیم بهتر زندگی رو بکنیم. امروز 8 ترک عادتمونه. امیدوارم که شما هم تا الان تونسته باشین یه عادتی رو ترک بکنین یا در تلاش باشین که ترکش بکنین، چون واقعا زندگیتون خیلی بهتر میشه اگه بخواین یه عادتی رو ترک بکنین. واقعا زندگی خیلی رنگی‌تر، قشنگتر، جذابتر، به موفقیتاتون میتونین زودتر و راحتتر برسین. داره بارون میگیره. مثلا بگم که امروز بهونه ولاگ هم که شده میخوام حتما بشینم سر کارهای عقب موندم، چون یک عادتی هم که من دارم اینه که همش فرار میکنم از کارم. حالا نمیخوام بگم فرار، ولی هی میندازم برای بعد و هی اینجوری هم که مثلا بعداً انجام بدم، یا اوایل که فکر میکردم فرصت از زمان دارم ولی دیدم نه، اصلا زمانی نیست. یعنی تو تک به تک زمان ها استفاده بکنی بعد میبینی که بازم داره کم میاد. در نتیجه امروز میریم سراغ کارها. خب الان نشستم سر طراحیم و دستمو گرم کردم تا بعدش طرحمو بکشم. یعنی یه سری خط کشیدم، دایره کشیدم تا موقعی که خواستم طرحمو بکشم دستم گرم شده باشه. شما هم اگه میخواین طراحی بکنین حتما قبلش اگه خیلی وقتم هست به خصوص طراحی نکردین دستتون رو گرم بکنین، چون واقعا راحت‌تر میتونین طراحی بکنین. یعنی کمک میکنه که موقع طرح کشیدن دیگه زیاد اذیت نشین، چون قبلش یه سری خط کشیدین دستتون روون‌تر شد. و منم همین کارو کردم. الان میخوام بشینم سراغ طراحی. من دیروز طراحی کار کردم، اما باز درگیر عادت‌های بدم شدم و به غیر از طراحی واقعا نتونستم کار خاص دیگه انجام بدم. اما امروز تمام سعیام میکنم که هر طور شده بشینم سر کارم و با هیچ کار دیگه خودم سرگرم نکنم.
میشه.